سلام علیکم همسان عزیزین، سلامت و خلاص باشین. در باره میشه رمضان در باره چیزش میگن زحمتش بشه مثلا اینا که من قدر میشه رمضان مینت نشود زحمت کشیدم، برنامه تهیه کردم برای شما، برای میسو که نویستم و خواندم از اینترنت. از شما مینت دارم که لایک من کسی از شما الله تعالی همه شما راضی باشد و این چنین الله تعالی برای من چی میگن نتیجه شد که دعاهای ما در نزد خداوند مستجاب گشته و ما رفتیم با آسانی مثل داکومنت خدمت در یک روز کردیم یکو راه دور تو شش دور رفتیم یا الحمدلله که حال شد آمد در یک روز مثل حال شد ما باور نداشتیم ما فکر کردیم که میریم میسپریم در همون روز رو گشته میبینیم بعد روزی گرفته میگیریم اما خیلی در این شهری ما که در مدت 10 روز کاری تایر میشه لیکن برای کودک تست تیار میکردیم. بله او کرد پاسپورت خدمت گفتم که او چه سرای کردیم 10 روز تیار شد کودک تست تیار کردم این رحمت الله تعالی اینه در همون روز تیار شد با چی میگن دعای ما رو الله تعالی به درگاهش قبول کرد. دخترشم که درگاه شد دختر جان دعا کرد در نماز تهجد کسی دعا کردیم که отпечатки که نپرسن که отпечатки که پرسیدم کرد نی الحمدلله که نپرسن отпечатки که پرسیدن گفتن که 10 روز پس همون روز تیار کردن همون روز دادن پاسپورت گرفتیم اومدیم سجده شکر کردن پیش خداوند. سجده شکر میکنیم 3 بار خدا سجده میکنیم بعد دست برای دعا میکنیم خداوند میگیم شکر خداوند شکر نعمتی که به ما نصیب گرداندی. وقتی که پیغمبر مسلم از مکه مکرمه به مدینه منوره اومدن از اشتر در اومدن فرامدن 3 بار سجده کردن زمین به دعا کردن. صحابه پرسیدن که سجده چی بود نه وقتی نماز نه وقتی چی پیغمبر مسلم گفتن که من از جوی ناآرامی به جوی آرامی اومدم برای همین الله تعالی رو شکرانه میگذارم که شکر خداوندی که مرا به جای آرامی آورد. من امروز اومدم در خداوند در نزد الله تعالی سجده شکر کردم که خداوند قدر مهربان است که دعاهای مرا به درگاه قبول کردی. отпечатки نپرسیدن با ما رو همون دکمنتمون رو قبول کردن با همون تر کردن برای ما دادن که دخترچه‌م باری دیگه از مکتب جواب نگیرم. مکتب برای که مکتب جواب گرفتن قین است یک شهر به شهر دیگه رفتن یک روز از سر تا بگه میشه و رفتن اومدن خودش هم شهری که مو شهر دیگه میریم برای نیست سپردن و گرفتن با رحمت الله تعالی سپرده میگرفتیم همون روز یکم رشد حیات خیلی این رحمت الله تعالی ماشاءالله بارک سبحان الله بگین که چش نرسه هم خیلی دعا کنیم هم خیلی تهجد خونیم هم خیلی روزا گیریم در روزاشون دعا کنیم حیاتی ما شروع هم خیلی برابر میگیره چیزی که ما انتظار نیستیم الله تعالی برای ما چی میکنه رنگی سورپریز میشه ده این سورپریز بود برای ما از جانب الله تعالی که ما فکر کردیم که میریم میسپریم و بعد 10 روز پس میریم میگیریم یکی ما همون روز سپردیم گفتم که همون روز تیار میشه میگیریم. شفیرم حیران شد. شفیر گفت که من خیلی شناختم حتی در همین فیمیس شهری ما حیران شدن که گفتن که ما نمیدونیم که 14 ساله کودک وینجش خیلی عوض میکنه ما نمیدونیم چی طلب میکنن روین همونجا میگن تو نه زایلین در شهر خون تیار کردیم توکل به الله تعالی رفتیم باز انا که زایلین تیار کرد تلفن رو داد که زنگ زنی اگر یگان چی که خطاگی باشه یگان چی که دبایت کردنی باشه با ما الکترون پوش قطعی میکنم یگان چی رحمت الله تعالی بین خطاگی برام نه یگان چی علاوه کردنی در کارش یگان چی نه عریضه میگم که درست برآمد отпечатки هم نپرسیدن با هم روز قبول کردن 10 روز ما رو نگفتن که انتظار شوی نگاه کنین عریضه درست برآمده یگان چی خطاگی نبرام عریضه نویسه بعد تلفن کردم که همش درست برآمد ولی نمیدونست فکر فکرم همین خیلی باید شوه عریضه رو تیار کرد عریضه درست برآمد با هم روز قبول کردن با هم روز تیار کردن 10 روز پس نگفتن رحمت الله تعالی ببینین این سورپرایز خداوند برای ما خداوند مهربان قدر مهربان است که بنده رحم شد نیست که رحم میکنی ما به الله تعالی که رابطه داشته باشیم که رحم الله تعالی خیلی عمومی سورپرایزش خیلی میبینه که ما انتظار نیستیم میگه در آیت قرآن که کسی که از خداوند میترسد الله تعالی او از آنجا رسمیت خودش حس نمیکند لیکن این کار ما خشت که ما خداوند نمیدونستیم که این کار هم روز بود میشه حالا در شهری ما گفتن که موزه پیش یک هفته پس میتونیم بوده جمعه رفتم که دوشنبه شب دوشنبه نمیشه که با همون تلفن کردم روز جمعه که ما شما زاپیس کردیم دوشنبه باید که رویم تصور میکنید دوشنبه باید رویم با ما همون تلفن کردم زوره کردم ما زایل نیست که بگویی بعدی کار گو بیو زایلین کردم میتونم شنبه یکشنبه کارم میکنم همون جمعه هم را تیار کردیم گسپلوش در بانک سپوریدیم روز جمعه به رحمت الله تو همش دیروز تیار شد تیار کردم شنبه یکشنبه کار نمیکنم خیلی جو چی میگن فیمیست جوی چی میگن جو زایل نیست دوشنبه سحرش خدمت ما رفتیم توکل به الله تا دو سفر خونه در رب اومدیم میگه در آیت قرآن که کسی که توکل میکنه خداوند توکل کنندگان دوست میداره خداوند که ما رو دوست داره خودش بوده چی میکنه سورپرایز میکنه این سورپرایز الله تعالی برای من دخترچم الحمدلله ندارم از شما که
شما میتونید در شریف رمضان لایک مونی دستگیری کردید. خودم اصلا همه شما روزی باشد. ما از الله تعالی اول میگم شکران رو به جای میارم از شما. این ندارم که شما رو تماشا میکنید دستگیری میکنید. الله تعالی از شما روزی باشد و مشکل همه شما خدا آسان کند و سعادت مندی دنیا قیمتش الله تعالی برای شما چه کند عطا کند، نصیب گرداند. ندارم لایک 3 و بعدی فراموش نکنید. خب